مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. دکتر بفهمید. مزرعه سبز فلک دیدم و که فهمیدیم، این داستان داس مه نو چیه اینجا؟ داس مهنا خیلی داستانش قشنگه. ببین آسمون در شب پرستاره ماه نداره. درست. بعد چرا حالا ماه مثل داس ظاهر میشه؟ خب حتما به ذهنت میرسه که چون شبیه داس. آره. این برای یه شاعر باهوش و خوش‌ذوق خیلی هم آفرین داره، اما برای نابغه یه چیزی فراتر از این لازمه. خب فقط شکل ظاهری ماه نو نیست که اونو شبیه داس میکنه. ببین ستاره ها وقتی میبینن ماه اومده متوجه میشن که کارشون تمومه، قراره درو بشن. واقعا ماه دروشون میکنه. میدونی چرا؟ چون هر چقدر نورش بیشتر میشه ستاره ها کمتر میشن، تا جایی که وقتی ماه کامل میشه دیگه 2-3 تا ستاره بیشتر تو آسمون دیده نمیشه. پس جدا ماه داس ستاره هاست و به همین خاطر به صورت یه داس ابتدا خودش رو نشون میده، چون قراره تمام این ستاره ها رو درو بکنه. غم انگیز شد. غم انگیز نیست، خیلی نبوغ آمیزه به نظر من. اینم حرفیه.